همیشه یک ترفند به کار می آید. ترفندستان.com. باز سلام. با یکی دیگه از ترفندهای وبسایت ترفندستان در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید در ویندوز 10 قابلیت‌های جدید مختلفی به چشم می‌خوره. یکی از این قابلیت‌های جدید کویک اکسس یا دسترسی سریع نام داره. بدین صورت که هنگامی که در نوار تسک بار برای آیکون فایل اکسپلورر کلیک می‌کنید، در پنجره باز شده محیطی به نام کویک اکسس قرار داره. در واقع شما در محیط کویک اکسس میتونید به فایل ها و پوشهایی که اخیراً بهشون سر زدید و بازشون کردید سریعتر دسترسی داشته باشید. اما شاید ترجیح بدید که به جای کویک اکسس محیط دیس پی سی یا همون کامپیوتر یا مای کامپیوتر رو با کلیک بر روی آیکون فایل اکسپلورر مشاهده بکنید. برای این کار کافیه که به تب ویو مراجعه بکنید. سپس بر روی گزینه آپشنز کلیک کنید. در پنجره فولدر آپشنز کافیه که گزینه Open File Explorer 2 رو بر روی دیس پی سی تنظیم کنید. در نهایت بر روی دکمه اوکی کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره بشه. حالا با در صورتی که مجددا پنجره فایل اکسپلورر رو باز کنید خواهید دید که با محیط دیس پی سی روبرو خواهید شد. با دیگر ترفندهای ویندوز 10 با ترفندستان همراه باشید.